بگیر. اکم آمد. جاوید تو چیکار میکنی؟ تو با من بیا. هماش گذاشت جانم. رفتیم. اکا جانم. خوب هستی؟ خوبم. اکم را هم کشتند. اینها باز چقدر ما رو عذاب میدهند. جانم، تو بر این زنی جسور با مبارزه های مردانوار آن مردها رو مغلوب خواهی کرد. تو با صبر به پا ایست. این حالت دیگر تکرار نشود یاسین. خوب شده است. صفیه چه حال دارد؟ خیلی خوب است که خواهر من پرقوت است، خود را زود به دست میگیرد. از حاضر درد خودش را فراموش کرده اسم را تسلی میدهد. من به رحمتی آقای صادق وعده داده بودم اسم را صحت و سلامت به عائله‌اش سپارید. اگر شخصا خودم به این کار مشغول می شوم. اکا این مروان بیناموس رو چیکار میکنیم؟ اول رفته گیریم، بعد چی کار کردنمان را فکر میکنیم. پوسا تو اینجاییست. کنی می رویم. روی خط خواهش کردم را آوردی؟ حالا نه.
این خیل باشد برای چی با من واخوردن خواستی؟ به تو یک خبر آوردم. کارن پگاه یک مدت از ترکیه می رود. پیش از رفتن می خواهد که با تو واخورد. حالا من با او واخوردن نمی توانم. گوش کن. هنگام مناسبت با آنها با اعتبار باش. خواهش تو مهم نیست. آنها خواهش داشته باشند بد وا میخوری. من غلام نیستم. من چیزی را کدام وقت خواهم میکنم. روحم را خودم انتخاب می نمایم. پیش از همه من باید از گذشته‌ام خلاص شوم. این امکان ناپذیر است. تو فراموش کردن خواهی هم او نمیگذارد. من باید فراموش کنم. آنهایی را که توسط من پروژه کردن نیست میکنم. اگر آنها نابود شوند، گذشته من نیز نابود می شود. دوست دیرینم آقای مروان. احوالم وزنین است گلگی. به من یاری ده. پرابلم چیست؟ پولاد علمدار. پرابلم بزرگ آقای مروان. مرو میشنوی؟ باز چیکار کرده است؟ با آدم های زمینم را ضبط کرده است. به خانه هم می آید. پولاد به نزد تو می آید. تو باشی به من زنگ میزنی. از من چی میخوایی؟ آدم هایم آنها را یک مدت مشغول میکنند. لیکن از عهده ای کار نمیبراید. برای گریختن با آدم های تو نیاز دارم. به در کریور احتیاج دارم. این کار را کرده نمیتوانم آقای مروان. به آدمی که زمینش را حمایه کرده نمیتواند. من کاری ندارم. یورگن. لعنت بر تو. نگذارید که به خانه نزدیک شوند. تا آخرین تیرتان جنگ کنید. ماشینم را نیز آماده سازید. خوب شد است جناب. این کار را نکن. هرچی خواهی میگم مرا نکش. تیموس با تو گپ زده شرط کرده بودی، لیکن تو شرط را ویران کردی. خیانت کردی. خیانت به جزا نخواهد ماند.
الو فهمو شما دخالت نکنید. آقای مروان کوچ بست یورگن. درست بوده است که پولاد مروان را کشته است و با آدمهایش از زمین او دور شده است. اریل از آوازتان آهنگ جنازه را حس میکنم. برعکس آهنگ تولد. دوست دیرینم اریل، خود را با برج مشغول کردی اما از حادثه ها بیخبری. برج تیرزه جادو است. اگر به جدولهایش نگاه کنی از تمام حادثه ها با خبر میشوی. عجایب. اگر این طور باشد به من شخصی را بگو که آبروی دولت بابل شود. مروان که خود را پرقوت نشان میداد در اصل قوت نداشت. بجای این شخص را انتخاب کن که تا حال آماده نباشد، با ما به وای رسد و لیدری حقیقی باشد. یورگن اریل را گوش کن. به من نامزدهای نو را بیار. اگر علمدار مروان را گور کرده باشد از این بر می آید که در آن منطقه کارهایش به آخر رسیده است. به استانبول می آید. چنان گپ میزنی که گویا به پیشوازش میرفته باشی. از گروه مخصوصی تاریم را که من مبلغ گذاری کردم خبردار شود چی کار میکرده باشد دانستن میخواهم. الف توی؟ منم. چی ترسیدی؟ کم ترک ترسیدم. هیچ گپ نه. درسایم رو اجرا کردم. خواستم که پیش از خواب کردن تو رو ببینم. تو رو بسیار یاد کردم. جانم من هم تو رو یاد کردم. مویهایت روشن نکنم؟ مایلر. اما آیا اون کودکان با مکتب رفته می توانند؟ بسیارشون رفته نمی توانند. میدونی به سمکه بعضیشون سلاح‌ها گذاشته شده است. سلاح‌های حقیقی؟ متاسفانه. جنگ چیزی بد می باشد. اما من بسیار غمگین می شوم. برای چی جنگ را تمام نمی کنند؟ من می خواهم که تمام شود. می خواهم که همه یکدیگر را دوست دارند. شیرینکم. چشمانم درست میبینند. این انگشترین است. بله. انگشترین از آنی کیست؟ نمیدونم. از آنی من نیست. از آنی من هم نیست. از آنی من. دوگانه جان تبریک میکنم. تشکری زیاد. فهمیدم. این همون انگشترین است. بله. شما با اکای جوهید اویله دار می شوید.
کی ما را تعقیب دارد؟ کدامش آقا؟ کمتر آهسته تر ران میفهمی. چی میخواهی؟ با تو کار ندارم. اگر سراسیمه نباشی در راه نیو نزدم بیا بعد صحبت کنیم. من باری دیگر به مکانی تو پا نمیگذارم. آیدین سخنهایت فکر کردم. من بعد به تو کاری ندارم. تنها با فکر خودم عمل میکنم. دوست و دشمنم را خودم انتخاب می نمایم. فکر وطن را نیز نمی کنم. هدف اساسی منفعت عائله‌ام می شود. می خواهم که اصل گپ را بدانی. کسانی که حیات مرا به پروژه تبدیل دادند جزایشان را می دهم. این کار را نمی پرتایم تا آخر دوام می دهم. یوسف به راحت رو، مانعی راه من نشو. چی میخواسته است اکا؟ چی خواستنش را نمیدانه. همدردیم را قبول نمایید. سلامت باش پولاد جان، سلامت باش. در همین جا ضربه مشت رو گرفتم که دردش هیچ نمی رود. چون این حادثه ناخوش شما را سخت دردمند کرد. همیشه به پیش چشمم می آید. خرسندی هم دیر دوام نکرد. خدا لعنت کند. یک موضوع دیگری هست که اکم را غمگین میکند، ولی نمیدانم که چطور گویم. جاهد تو مرا گوش نمیکنی؟ سرم را گوش میکنم ارهان. در درونش 40 روباه هست. کدامش را گوش کنم نمیدانم. اکا سرت رو در من نکن. پیش کن روند. عباس تو مرا گوش میکنی؟ رو برای 2 کس چای بیار. خوب شده است اکا. 2 تا چای میارم. بیا جاهد با اکا یک جای گوییم. چی را گوییم؟ مسئله یوسف را. تو این رو از کجا شنیدی؟ دادا بای کرده گپ زد. چطور نمیشنیدم؟ تو این مسئله رو از اولش نقل کن کنی. عباس حاضر وقتی چای است؟ نقل میکنم ولی گوش نمیکنی.
وقتی شما نبودید یوسف اینجا آمد و اکم را پرسید. نیست گفتیم. گپویش را گفت و رفت. این به عقل چی گپ داشته است؟ دلتان گنده نشود استاد. ارهان، جاهد، تمام گروه کاری منطقه تاریوم را جمع نموده اینجا بیارید. با دقت باشید، از این کسی خبردار نشود. خوب شد استکه. ارهان، تو میدونی اون آدمون در کجایند؟ میدونم. در نزد دروازه هایشان محافظ های ما هستند. پس این کار رو همراه محسن حل کن. من باید یک جا بروم. هی مونت بیاید. آقای یوسف شما رو انتظار است. مرحمت. بیرون برایید. تو رو فرستاد که با من صحبت کنی. دانستم میخواهم که چی درد داری. من با تو درد ندارم. اما من با تو دارم. این مشکلی توست. یوسف، من آن مشکلی را حل میکنم، لیکن برای تو بد میشود.
ба даргоҳам омадӣ, барои меҳмон буданат қабул кардам. аз чаҳорчӯба набаро. лекин аввал ту аз чаҳорчӯба баромадӣ. ҳангоми набудани мо ба маконамон омада бетарбиягӣ кардаӣ, ин ҳам қонеъ накард, роҳамонро бурида нороҳат кардӣ. акнун мушкилиятро нақл кун то ки бидонем. ту Пулод Алимдор мисли додару бародар нестед? ӯ ба ту нақл накард? вале ман аз ту мепурсам. ман ба ту мегӯям ки ҳама хабарҳоро Акад медонад. Юсуф Кузузода бо Пулод Алимдор чӣ мушкилӣ доштанашро рафта пурс. ба Юсуф чиро нақлӣ кардааст ки Юсуф ин тавр девона шудааст? Юсуф, то ҳоло девонаро надидаӣ? ту дар инҷо чӣ кор дорӣ? кор доштам, омада натавонистам. чӯлоқ шудӣ, хабаргирият омадам. вақти меҳмонӣ ба охир расид. барорав, як сухани дигар гӯyӣ на аз поят, балки аз сарат мепаронам. با او چی گپ داشتی؟ бегоҳ роҳи Пулод Алимдорро бурида як ду сухан гуфтам. ин ҳам дар он ҷо буд. маълум мешавад ки сахт расидааст. ба ту чӣ гуфт? падар чӣ ҳам мегуфт? гапҳои холӣ. ман бояд равам. ба хайр аст. ба куҷо меравӣ? аз номи консей ба як ҷаласа даъват шудаам. جاهید دیگر به این درگاه قدم نمان. барои чӣ? барои пешвоз гирифтана тавонистанат ғамгин нашав. мен бояд хабар дода меоям. номи ин одам чист ака? чӣ кор мекунӣ Аббос? ба ӯ ягон кор дорӣ? не ака, ба чеҳрааш нигоҳ кун. агар падарам мебуд хонаро тарк мекард. рафтем Аббос, рафтем. جاهید همه ما را به داد آورده است. اجازه ده تا کارهای لازم را اجرا نمایم. ما دخالت نکنیم حقی. با یوسف صحبت کردم. اگر یوسف خودش نظارت کند خوبتر می شود. خوب شد است جناب. با مدیری کلی بانک هم صحبت شدم. پس از یک چند ماه برای تازه کردن پول آماده می شویم. گذشته از آن اگر در همکاری موفق شویم امکان مبلغ گذاری بزرگ را به دست میاریم. مبلغ گذاری را نه اونقدر میفهمم، اما مبلغ گذاری به انسان را خوب میدانم. پس بزرگترین مبلغ گذار شمایید آقای میتی.
نمادی بزرگ داشتنم درست است. همیشه طرفداری آن همکاری بودم که کارهای بزرگ را انجام داده است. توکل را نه آنقدر دوست دارم. پهلوی چوبی آتش گرفته بودن به انسان حلاوت میبخشد، اما حلاوت بسیار رسکالن را ناراحت میکند. از حد زیاد بودنی همه چه ضرر دارد، ولی پولی بسیار ضرر ندارد. وابسته به آن که از کجا آمده است. بعضا پولی کمی سرچشمش نامعلوم سرمایه بزرگ را زیر خطر میگذارد. یا اینکه پولی بسیاری از جای خطا آمده خطری نیست کردن سرمایه دائمی رو دارد. از فهمیشم برمی آید که همکارانم با من هم فکرند، لیکن فکری رسکالن دیگر است. از توکل نمی ترسد. به تمام کارها تنها شروع می نماید. شما را ناراحت نمی کند. 45 24 من دارم. امشب کار در چه احوال است؟ کار نه اونقدر خوب است اکا. چی شد؟ 28 آن مرد خوشتاله باز آمده است. باز برد کرده ایستاده است. وقتش آمد کرده است. 77 اگر این طور دوام دهد درآمد امشبه ما را از خود میکند. 15 3 2 44 5 در کار. 5 در کار نیست. 21 37 65 از اینها یک تاش در کار است. شما را در کجای دیدم؟ صاحب این مکان هستم. مرا تفا میگویند. دفعه گذشته شناس شده بودیم. بله در یاد دارم جنابی تفا. کارهایتان چخیل است؟ شما را در اینجا دیده خرسند شدم. برای سپاریدن مکافاتتان اینجا آمدم. 87 حالا نفقه خور نشدم. نه با بازی شروع کردم. 12 این نفقه نیست. این هدیه تشکیلاتمان و مشتریان دائمی که یک چند مراتب غالب شدند. 19 یعنی غالبی وی آی پی شدم. این خلگویم هم می شود. با برابر جای فرصت اشتراک در بازی های کلان را نیز از خود کردی. 55 این فرصت را از دست ندهید. 87 برای پگاه بیگاه شما دعوت شده اید. 87 چی فکر دارید؟ 53 تومبالا. این کم صاحب مکافات کلان گشت. خوش آمدید. تشکر. سلام. مرحمت. من با جناب پولاد خبر میدهم. خوب. مرحمت. اکا آمدند. خوش آمدید. تشکر. سلامت باشید. اکا مرا پرسید؟ نه نپرسید. خوش آمدید. مرحمت کنید. همدردیم را قبول نمایید. آقای اندر رفیق قدردانم بود. وطن پروری بزرگ بود. به مانند شما جناب شکر، به مانند شما. ما که زنده ایم، گذشتگان را احترام نموده به وطن خدمت نمودن را دوام میدیم. ما را از راهمان گردانده نمیتوانند. این رفتارتان به من قوت میبخشد. آقای اندر برای وطنش با جان و دل کار میکرد. قاتل این شخص بزرگ را مییابیم و از کردهش پشیمان میکنیم.
با دستگیری شما استاد انادالو رو پیدا کردیم. ما به شما تا به آخر باوری داریم. تشکر. سلامت باشید. سببی شما را اینجا دعوت کردنم این است. از نتیجه تشخیص برمی آید که اندربای را با سنایپر نشان گرفته کشتند. حالا هیچ خبری نشده است، اما شما هم احتمالی چنین خطر را دارید. اگر راضی باشید یک مدت تا پیدا کردن قاتل شما را در مکانی که با محافظان مخصوص حمایه کرده می شود پنهان کنم. این برای شما کمی وزنین می شود، برای آن که از عائله و حیات هر روزتان کمی دور می شوید. چی فکر دارید؟ جناب پولاد، تشکری زیاد. این لازم نیست. ما این موضوع را با رفیقانمان مشاهده کردیم. اکنون ما طبق نقشه ب حرکت میکنیم. اگر مخفی نباشد آن نقشه‌تان را به من نقل میکردید. احتیاط کارانه زندگیمان را دوام میدهیم و با دقت کارمان را اجرا میکنیم. من به شما توصیه دادم. مادام قرار شما چنین است، میخواهم به شما بگویم برای یاری دادن به هر یک شما همیشه آماده. تشکر. آباد باشید. پولاد علمدار حمله اولینش رو کرد. آدمانش رو از منطقه تاریوم جمع کرد. این مستحکم کنی امنیت است اریل. وقتی از خانه و از کار رفتنی همه‌شان را یک یک قید کردیم، لیکن با کجا بردن نمیدونیم. علمدار آنها را از ما میگریزاند. برای خبردار نشدنمان آنها را از جای آفتابی پنهان خواهد کرد. شما جایشان را پیدا کنید، من نابود میکنم. تو حالا ایست. میدانم که تو کیف صفا را دوست میداری و میدانم که از شکار حلاوت میگیری. باید کمی صبر کنی. برای چی؟ علمدار بعد پنهان کردن آدمانش به جستجوی تو شروع میکند. تو تک تک پا نگرد. تا دعوت کردنم انتظار شو. غیژک نواز گپ را گوش نمیکند اریل. با مانند بیرژه پست و بلند می شود. باور کرده نمی شود. اما چیزی می شود یا نمی شود او تا کشتنش به ما در کار است. از آدمان علمدار چشمانتان را دور نکنید اریل. آناتومیا را دوست می‌داری یوسف؟ هرچی آید انسان است دقتم را جلب می‌کند. این مصوره را می‌دانی؟ رمبراند. درس آناتومیا. خیر، در این چی را می‌بینی؟ نگرانی.
با تو قسماً شریک هستیم یوسف. این را میدانستی؟ درباره شما من هیچ چیز نمیدونم. من بعد به هم نزدیکتر میشویم یوسف. یاد میگیری. اویدی چی شریک میباشیم؟ من هم دادری دوگانیک داشتم. با او چی شد؟ پولاد علمدار کشت. یعنی باز یک نقطه شریکی داشته ایم. دشمنمان پولاد علمدار است. تو با ما به قله های بلند میبرایی یوسف. امروز نسبت به روزهای دیگر چشمانت پر نور است. در کنسی اثبات شدن خیانتکار به من باوریم را زیادتر نمود. در اینجا با من شبهناک مناسبت کردن مرا ناراحت میکرد. آن روزها در گذشته ماندند. تو را اینجا برای گفتن دستگیری بی آخری شورا دعوت کردم. ما روی آدمان ناعیان می باشیم. در همه جا ارزی هستی داریم. ما را یگان کس نمی شناسد، اما ما همه را می شناسیم. یگان شخص ما را پیدا کردن نمی تواند، اما ما کسی را که خواهیم پیدا می کنیم. هم تاریکیم هم روشنی. اینها را فراموش نکن. ما با توییم. ما با توییم یوسف. خانم آسیا، دعوتم را رد نکرده تشریف آوردید منت دارم. میخواستم آیدی موضوعهایی که با یوسف علاقمند است هم صحبت شوم. تعقیب مخفی پسرتان دشوار است. اگر خواهید که محافظه شوم از حاضر رد میکنم. نه من بعد لازم نبودن این چیز را درک کردم. میبینم که یوسف مشکلی هایش را خودش حل کرده ایستاده است. از شما همین را خواهش میکنم که از دوره‌ای که پسرم را تعقیب میکردید معلومات ها را به من دسترس مینمودید. از بین وقت زیاد گذشت. چرا حاضر این را خواهش میکنید؟ برای خطرهایی که بلند رویش را مانع می شود. در آن معلومات تهدید کدام خطرها را در نظر دارید؟ تهدید پولاد علمدار. باید بدانم که یوسف با او یگان مناسبت جدی داشت یا نه. این موضوع جدی است. نهایت. اگر چنین مناسبت می شد حتما در یاد می داشتم. خانم آسیا گوش کنید. من به متخصص بودنتون باوری دارم، لیکن می خواهم که تکراراً بار دیگر آن معلومات ها را از نو ببینم. این برای تکراراً واخوردنمون بهانه قلای می شود. البته. این چونین برای مصوره هم تشکر زیاد. دیر باز چونین هدیه زیبا نگرفته بودم. من به شما تشکر میگویم که در این سالهای طولانی شانسی هدیه دادن به خانم زیبا را به من بخشیدید. در قفای این کار گلگه می ایستد. به تعقیبات اکادمیک های ما کسی را وظیفه دار کرده است. اگر این آدم را پیدا نکنیم امنیت همه در خطر است. بیا. گزارش تحقیقاتی را عاید مرگ پروفسور امدر که خواسته بودید آوردم.
خدا رحمت کند. یگان گفتنی نداشته باشید اجازت. برای چی موضوع یوسف رو نگفتی؟ نمیبینی که غرقی فکر است؟ چی طور میگفتم؟ با فکرم پورتریت استانبول می باشد. با فکرم کودکی مادرش را در آغوش گرفته. شاید صورت کاپادوکیا باشد. گربه که با کودکش بازی دارد. بر وقت آمده اید. مسئول پترول در یک هفته 4 روز کار کردن ما را بخواهد. امروز روز استراحت. آنگاه برای روزهای دیگری هفته به شما کار می‌یابیم. از ما خلاص شدن می‌خواهی؟ گمان می‌کردم که برای هر دویتون کار استراحت است. نه خود شما را خوب نشناختم. نه، چه خیلی که گفتی ما را خوب میشناسی. اما ما تو را تا چی اندازه میشناسیم؟ آید مصوره تخمین های ما گوناگون است. کشویم مایلش. ما هر دو خطا کردیم. این تابی دلی من نیست. همچون یک جزئی عملیات گرفتم. اگر به شما پسند آمده باشد می توانید آویزید. برای تو اینجا آمدنت متشکرم. در کجای نباشه برای کمکت می آیم یوسف. موضوع چه خیلی باشد نباشد به من یاری می دهی؟ البته یاری می دهم. برای چی این طور کرده ایستادی؟ چرا؟ رفتارت نشان می دهد که حیاتت را به من بخشیده. می خواهم که سبب حقیقیش را بدانم. تو آینده این کشوری، برای ما بسیار عزیز هستی. ما گفتی اینها که ها؟ میشناسی این آدمانی مخصوص می باشند که برای یک پارچگی و آبادی وطن جان خود را دریغ نمی دارند. اینها چند نفرند؟ کسی سری تو را گران کرده است. تو با کی وخوردی؟ با پولاد علمدار. خیر، پس از این به تو یاری می دید.
به یاردمی او احتیاج ندارم. من با راه خودم میروم. یوسفی که من میشناسم همین طور میکند، لیکن پولاد بسیار آدمی مهمی باشد. باید او را استفاده بری. اگر یاردم دهی این کار را میکنم. چیکار میکنی؟ با من بیا. اینها برای چی در کارند؟ به مکان مخفی پولاد دلیمدار که مرا آنجا برده بود میرویم. اینها به تو چی لازمند؟ جایی که میدرویم در زیر زمین میباشد. از آنجا چرا پیدا کردن میخواهی؟ امیدوارم که حجتی در کاریم را در آنجا پیدا کردن میتوانم. آدمان مثل پولاد در چنین جایها حجتهایشان را پنهان نمی کنند. تو چی معلومات گرفتن میخواهی؟ معلومات هایی که به من تعلق دارد. آیدی خود باز چرا دانستن میخواهی؟ من همش را میدانم و به تو گفتم. همش را نه. فهمیدم. پدرت را در نظر داری. او را کسی نمیداند یوسف. شاید تو نمیدانی، ولی دیگرها میدانند. کی را در نظر داری؟ بغیر از من باز کی میداند؟ گروهی پیشینه شما که پروژه را آید من پیش میبردند. بیهوده خودت را عذاب ندی. از آن گروه کسی نمانده است. تنها من هستم. این طور باشد من از تو سر میکنم. پدری من بودن پولاد را فهمیدم. من همیشه در پهلوی تو هم یوسف. شما بغیر از خود فکری کسی را نمی کنید. عشق وطنتان هم فریب است. شما تنها یک در دارید و هم باشد پروژه می باشد. انا بینید آن پروژه در روبروی شماست. این طور نیست یوسف. سبب غضبت را می دانم اما خاموش. یگان چیز را نمی دانی. تو هم از آن آدمانی می باشی که حیاتم را رسوا کرده ای. اما برای زندگی کردنت یک شانس دیگر می دهم. به من روی خط آدمان گروه شما که با سپارش اصلا به تقدیر من کشیده شده از دسترس می نمایی. تا لحظه ای که همه آنها رو می کشم می گذارم که تو در حیات باشی. نباید این طور خاتمه یابد یوسف. چه خیل آغاز شدنش را شما معین کردید، چه خیل خاتمه یافتنش را من معین میکنم.
сабабашро намедонам ҷоҳид, лекин худамро ҳамеша дар болои хор ҳис мекунам, ба монанде ки ногаҳон ҳодисае рух медиҳад. сафия, ман бо ту ҳастам. ту ҳамеша дар бари ман шуда наметавонӣ. ҷоҳид, маро хато нафаҳм. ман туро гуноҳгор намекунам. танҳо худамро нороҳат ҳис мекунам. сафия, гӯш кун. баъди ҳодисаи охир ту сахт ба ҳарос омадӣ. аз хона набаро. бо элиф машғул шав. шояд худатро беҳтар ҳис кунӣ. не, хона шиштан не, балки омӯхтани истифодаи силоҳ маро беҳтар менамояд. истифода бурда метавонӣ. ба монанди навомӯз не, мехоҳам ба мисли ту истифода барам. дар вақти лозима ҳамаи намуди силоҳро истифода карда мехоҳам. ин аз куҷо баромад? ту барои ҳимояи худат силоҳ истифода бурда метавонӣ. басанда нест? басанда нест. агар ҳадди ақал барои ҳимояи худ силоҳ истифода карда метавонистам, он кӯдак маро дуздида наметавонист. ту бошӣ барои халос кардани ман бо марг рӯбарӯ намешудӣ. сафия, ин ҳама гузашт. ҳоҷат ба гуфтан нест. садоеро шунидӣ? ман нашунидам. ман рафта элифро хабар гирам. аз тақдимоти студияи нурангез. ассалому алайкум апашка. ва алайкум барсалом. мебахшед, ман апаи шумо не. филми мазҳакавии филми дӯст. 5-5-шон ҳунар. фиреб, боварӣ, тааҷҷуб, ханда ва якҷаҳон ҳаҷв. дар филми мазҳакавии фиребӣ дӯст дар нақшҳои асосӣ илҳом ҷонишодӣ бо тахаллуси мугамбо муниси иброҳим. истол бошма чӣ қадар зебо. ва ҷурахон сафаров. давидани гусала то каҳдон. оқибати гапи дурӯғро якҷоя тамошо мекунем. филми мазҳакавии фиребӣ дӯст ба наздикӣ аз дуконҳои фитафурӯшӣ метавонед дастрас намоед. телефонҳо 95-33-64-42 ва 93-856-56-63. Ҳиёр ба 0023 ва 0024 занг занед. коди мусиқиро гирифта тугмаи даъватро пахш намоед. замоне буд ба ту дил дода буда, дари асрори дил бикшода буда. замоне буд ба ту дил рӯзе ки тура туй кунам ҷонона, хидма мекунам қаландари девона. девона манам ҳалок шудума, охирада шудума, ҳалок шудума, охирада шудум. хурда будем ки бо ҳам мемонем, китоби ишқро бо ҳам. ай бало миёд духтарак байдид хонуме, оҳа ки дил ма дастари роҳ
ارهام بیا رفتیم میدرویم. اینجا آمدن یوسف رو نقل کن. کنی چی میگوید؟ میلش. محسن، عباس بیایید. شما در نزد در ایستید. شما نیز دیدید. اگر به یگان سوالش جواب دادن نتوانم شما شاهد بودید جواب میدید. اکا چی میپرسن؟ اومد دو جمله گفت و رفت. تو اکا رو نمیدونی. اگر همه چیز رو از خود کنی لیکن سوالی رو از جای از خود نکرده میپرسد. من مثل کامیرا ثبت کردم. همش رو نقل میکنم. اگر خواهید به یگان غلط همش رو یک به یک نقل میکنم. عباس آرامی است. میمون بازی کردن شرط نیست. رفتیم ارهان. از کجا به نشان گرفته است فهمیدم. رفتیم جاهید. یورگن، این همش رو میشناسم. در چشم یگان توش نور نیست. به ما دیگر آدم لازم است. تو در اصل شخصی را میکوبی که به مانندی خودت باشد، اما از آن زمین به مانندی تو گنج نمیبراید. تو آن زمین را پس نزن یورگن. توریوم معدن میباشد که قدرش را ندانی، فایدهش را نمیبینی. توریوم گنج میباشد که تا حال گنج بودنش مخفی نگاه داشته شده است. من چنین آدم را جستجو دارم. با تو فوق‌العاده خبر ایلاوگی آوردم. معدنی افته یاریل. رفتیم یورگن. جناب پلاد، رویخط مهمانان هفته آخر در اینجا است. رویخط حجره های آشیانه های پنجم، ششم، هفتم که به طرف جنوب نگاه میکنند. مرحمت، 8 حجره. بعد هفته آخر بغیر از قید رفته ها ایستادگی ها را جدا کنید. 5 حجره ماند. آیلوی و جفت ها را نیز خط زد. جناب پلاد، تنها 2 حجره ماند. از این یکی باید با شناسنامه قلبکی قید شده باشد. شخصی جستجو کرده همان همین است. به محسن این نام ها را دسترس نما تا جستجو کند. خوب شد استکا. بابام چه طور میبراییم؟ مرحمت جناب.
он шахсро муайян кардем ака. کارگری که او را قید کرد و فراش حجره لازم است. خوب شده است جناب. مایلش. مرحبت. бо шиносномаи қалбакии сербия қайди худро гузоштааст ва рӯзи марги устод эндар рафтааст. баъди рафтани ин одам як мизоҷи дигар танҳо як шабона истодааст ҷаноб. ин ҳуҷраро ту тоза кардӣ? бале ҷаноб, ман масъули ин ошёна мебошам. ягон чиз диққататро ҷалб кард? дар ин ҷо чанд рӯз ки истода бошад, ягон маротиба рӯяшро надидам. ягон шаб ҷойгааш вайрон нашуда буд. боз дар қутии партов коғази печонидаи визиткаҳо буданд. аз ҳамон ҷо ёфтам. барои чӣ шабона хоб накардааст аён шуд. оиди ин шахс ту чӣ медонӣ? марди камгап, пуртакаббур ва ба санъаткор монанд буд. инро чӣ тавр дарк кардӣ? ҳамеша дар даст қутии скрипка дошт. қутии скрипка. шахсе ки дар роҳ дидем ҷоҳид. ака кадом шахс? дар ин ҷо скрипка менавохт. рафтааст. ака вақти бисёр нарафтааст. таъқиб кунем мешавад. иста ҷоҳид. ана он мард бо он шахс ҳамсӯҳбат буд. ин ҷо биёр. кани инҷо биё. роҳ гард. ака ман ягон гуноҳ надорам. акнун оромона ба саволҳоям ҷавоб диҳ. хуш шудааст ака. он шахсе ки каме пештар бо ту суҳбат мекард кӣ буд? намедонам ака. бо ӯ чӣ гап задӣ? ба ман пул дода гуфт ки ним соат инҷо интизор шавам ака. ҳамааш ҳамин. дурӯғ нагӯ. ба ӯ чизеро нишон медодӣ. туро дидам. кисаҳоятро холӣ кун. ҷоҳид дар он ҷо. ашёро ба скрипка чӣ бурдадӣ? паёмро дағли гуфтани шахс ирсол кардааст. ака чунин шахсро намешиносам. шояд нав пайдо шудааст. яке аз одамоне ки охирин суҳбат кардааст мешиносам. ман ӯро меёбам ака. рафтем. ёфтед? бале, ёфтем. ҳамсӯҳбат шудем, розӣ шудем.
набояд ин қадар осон шавад. نشد. مفصلتر نقل میکنم. با گفتن طولانی یافتیم، دور و دراز هم صحبت شدیم و با گندگی راضی شدیم. акнун бовар кардам. гапро кӯтоҳ карда мегӯям. фулод алимдор меҳмонхонае ки барои куштани устод истифода бурдем пайдо кард. عجایب نیست. скрипач ҳам дар он ҷо буд. ба якдигар наздик шуданд. ариел از حد زیاد حرکت شده ایستاده است. آخرش باید عجایب شود. حالت بیمار در حال حاضر خوبه باشد. برای خبرگیری باز می آیم. شما روید، من حاضر می باشد. احوال خانم انادولو چطور است؟ شکر، خیلی خوب است. حسنو یگان گفتنیه داری؟ جناب ارهان، فکر کردم که شما یگان چیز میگویید. چی باید گویم؟ آید هوا، آب، جرغات. یا توبه. جناب حسنو، کار قمارخانه محله چه شد؟ یگان خبر هست؟ این کار تحت نظارت من است. ای خدا، از نظارت حسنو هم مامون رو نگاه دار. به شرف دوستی ترک و روس. من در این مناسبت به طرف می باشم. کاش که جناب کنان هم در اینجا می بود. کنان همکاری بزرگ است. هدف نوی راسکول دقت او را جلب نکردن می باشد. تو نمی نوشی؟ راسکول برای شام تیاری می بیند. تو بی عرق چطور تیار شده می توانی؟ وودکا برای جشنگیری انتظار می شود. اینطور باشد تو را انتظار می شوم. تا خبری ارزنده دادنت من هم نمی نوشم. دل همه را خوب میفهمی. تو در حقیقت انسان این دنیا می باشی. این را شخصی میفهمد که از این دنیا نباشد. اکا جان، این 200% حقیقی می باشد. نگاه کنید، از شویتزار آوردگیم. در آنجا اکا دارم، کار میکنم. ای برادر، بسیار غم نده، نمیخواهم. اکا اقلا برای ینگه خرید. به خدا ینگم این ساعتها را معقول میکند. ای گفتم که لازم نیست. تو که اینقدر زیخنه هستی، ینگم از تو بیزار بودگیست. بسم الله الرحمن الرحیم. اکای جاهید، چه ساختکاری کرده گشتی؟ اکا دادرت ساختکاری را بس کرد. من با منت حلال پول کار کرده ایستادم. ساعت در کار نیست؟ ساعتت رو یک جا گذار. چه به دغلی کار کرده نمیتوانی تو؟ اکا من با آنها کار ندارم. آنها آدمان دیوانه اند. بسیار خوب، برای من در کار. از کجا پیدا کرده می شود؟ در کجاست؟ یافتی جاهید؟ یافتم اکا. مکانش در بیکوز بوده است. میرای. بیا نشین کنن. نه اکا، لازم نیست. پدرم با هر دوی ما صحبت کردن میخواد. در حجرهش ما رو انتظار است.
майлаш ту рав, ман меоям. ту имшаб хоб нарафтӣ? бисёр хаста менамоӣ. дар ҳамин ҷо будам, каме кор кардам. акам ҳозир меояд, падар, вале каме хаста менамояд. ба фикрам имшаб хоб нарафтааст. аммо ту бисёр хуб менамоӣ. охир ман писари падарам ҳастам. از کودک جنابی کنند روزانه هوشیار بودند. جنابی یوسف باشه شبانه. از این برمیآید که تا حال همین طور است. بیا آدمی شبگرد کنی، بیا. این پیش بود. حالا باشد شبانه حیات نیست. این طور باشد دیروز شب در کجا بودی؟ وخوره که به شما گفته بودم کمتر دیر تمام شد. جوانها، چه خیلی که در آخران مجلس گفته بودم از راهبری اداره هالدینگ آزاد می شوم. من بعد هالدینگ را عقب و دادر اداره می کنید. باوری کامل دارم که در ترکیه با فعالیت تجارتیتان به همه نمونه شده قله های نو به نو را فتح می کنید. یک جایه هالدینگ را به دنیا شناس می نمایید و از این یگان شبهه هم ندارم. کنان، پسرم، تو در این راه چیزی که از دستت آید به عقد یاریت را دریغ ندار. یوسف، راهبری نوی اداره هالدینگ تو تعیین میشوی. وظیفه نو مبارک باشد. تشکر پدر. این مکتوب بابای بهاب استی به تو برای این روزت نوشته است. دخلی چی بگویی؟ پولو دلیم دور میآید. کارهای وی برار یا ما را چیکار میکند؟ دخلی با چشمونم دیدم. نابکار چرا دیدی؟ چشمانت را از کاسه خونه‌اش میبرارم. دیده برای چی ایست نگفتی؟
گریخته به نزد من آمدی ها؟ خوش آمدی. اگر خبر میدادی پیشواز میگرفتم. تو با چی کار مشغولی؟ وقت ندارم، زود گپ زن. کاری زیاد دارم. با چی کار مشغولی؟ گرسنه ها را سر میکنم. با فروش مواد مخدر. با پول چیزی که باشد میفروشم. امروز خاک پیدا کنم میفروشم. پگاه دختر پیدا کنم هم میفروشم. برای من فرقی ندارد. یک کس در دست سکریپکه میگردد. با او چی فروختی؟ مزاج نعمتی بی‌بهایی است. یگان چیز گفته نمیتوانم. وقتم را نگیر. تو هم وقتی مرا نگیر پولاد علمدار. من دغلیم. برای برآمدن هفته پی استانبول آمدم. این طور باشد تو پشه در سر مار هستی. وقتم را بسیار گرفتی. باید زود سکریپکچی را پیدا کنم. امشب ساعت 9 به او بار میفرستم. سراغش را بگو. برای قبول یک سراغ داد. انا در اینجاست. رفته خودش از آنجا میگرفته است. چون هر روزه بار آرایی کن. اگر وی آنجا نرود من تکرارا اینجا می آیم. گمان کردم که خوانده شده ای. برای همین آمدم. خب تو رو ناراحت نمی کنم. بیا بار سیوم است که میخوانم. اینقدر شوخ بودن بابایم را نمیدانستم. میدانی درباره زنها چی پند گفته است؟ اگر میخواست که من بدانم این مکتوب رو برای من مینوشت. به تو باید یک چیز رو گویم. بیا نشین. نه، همین طور خوب است.
дар ин оила пеш аз таваллуд шудани мо баъзе чизҳо муайян шудаанд. барои ҳамин суолҳои зиёд дода чизеро муҳокима кардан шарт нест. ту ҳамеша аз ман як қадам пеш будӣ. аз ин пас ҳам ҳамин тавр хоҳад буд. ту бародари манӣ. ҳар чӣ шавад ҳам, дунё хароб гардад ҳам, ман ҳамеша чун додари ту як қадам дар паси ту хоҳам буд. ташаккур кинанд. ака, ман имрӯз назди Юсуф Кӯзозода рафтам. чӣ кор кардӣ? дирӯз шабона пеши роҳамонро гирифт. барои аз дардаш хабардор шудан рафтам. чӣ будани дардашро нақл кард? не, накард. сарам бисёртар гаранг шуд. барои чӣ Юсуфро бад дидӣ? ӯ ҳамеша ба мо монеа мешавад. шумо ҳам чизе намегӯед? эрҳан гуфт ки рӯзи гузашта ба офис... акнун ба он тараф нигоҳ кун ҷоҳид. омад. вақти дастрас намудани бор расид. бо диққат бош, бояд биёяд. این شخص مخفی برای گرفتن بار می آید. با دقت نگاه کن. آن آدم می رود. دیدم اکا. زود باش جاهید.
جور شدی؟ خوب رفتنی بودم یوسف. برابر زود گفتنت سراسیموار آمدم. نقص کردی که آمدی. تو دعوت کنی و نه خود من نبیویم. با من به همه جا می روی؟ به کجایی که خواهی. کنج دنیا باشد هم می بیویم. اینجا بسیار نزدیک است. من جایی را می دانم که از دنیا دور است. رفتیم. مرحمت جناب. تشکر. با اشتهای تام. Teşekkürler. آدمی که انتظارش بودیم آمد. به فکرم در وقتش آمدم یا دیر ماندم؟ در وقتش آمدید. جایتان تیار است. مرحمت. تشکر. نمی ارزد. نمانید، دیر شد. شبانه نمیخورم. اسراف می شود. دیگر یگان خواهش ندارید؟ جرغات بیارید. جرغات میگویید؟ حاضر. امشب با چند کارت بازی کردن میخواهید؟ یک. چند پول است؟ 1000 لیره. 1000 لیره؟ در بازی شام مخصوص هر کارت 1000 لیره می باشد. بازی رو آغاز کنید. راسکال میخواهد که غالب شود. موفقیت. راسکال به موفقیت نیاز ندارد و همیشه غالب است. دو. تشکر. هنگامی از قبرستان گذشتن کمی ترسیدم و با شنیدن صدای نی همه ناپدید شد. صحبتش را گوش کن، بعد میفهمی که به کجا آمده ای. امک مورالی، شما نمی نوشید؟ من 2 قدح دارم یوسف. هر دویشان رو به ما دادید گو. خودتون ندارید. 2 عاشق یک حسابیده می شود. من 1 قدح دیگر دارم که وای در زیر خاک است. عاشقان را شاد گردانم این قدح پر می شود. اگر مزهش رو چشی هیچگاه سیر نمی شوی.
خوش آمدید، صفا آوردید. دخترم، اسم شریفتان چیست؟ نامت را پرسید. نامم مزرعه. مجنون لیلا را خواست، وامق عذرا را یاد کرد. تنها عشق را میخواهم، خواهان عشق الله. بار اول شعر رو شنیدم که نام من ثبت شده است. به مانند لیلا و مجنون، کریم و اصلی، وامق عذرا هم زمان به هم عاشق سخت بودند. عاشق خداوند توسط این افسانه عشق الهی را تصویر نموده است. شما عاشق حق شده اید. دختر جانم، به حق عاشق شدن مگر آسان است؟ عشق اگر در جلوه آرد پرتوی مقدور را، از گداز دل دهد روغن چراغ تور را. به نیازی گرچه مشتاقی لقای عجز بود، کرد خالی روی خود دست سلیمان مور را. سوختن در هر صفت منظور عشق افتاده است. مشرب پروانه از آتش نداند نور را. عاشقان حق مثل میرزا بیدلند. اگر تو آتش برافروزی، پروانه ها در اطراف آن دور میزنند. نگاه کن، پروانه گرد آتش شمع چرخ میزند. اول در گرد آن چرخ میزند، بعد خود را به آن آتش میزند. سوخته خاکستر میشود، ولی در اصل زنده میگردد. عاشق شدن کاری دشوار بوده است. از گفته هایتان به فکر فرو رفتم. برای دوست داشتن چیکار کرده میتوانسته باشم؟ عاشق اگر داند که برای چی دوست میدارد، میداند که برای معشوق چی کارها کرده میتواند. یوسف، برای چی؟ شما یگان مراتبه به یکدیگر این سوال را نداده اید؟ زبانم، زبانم. زودتر جاهد، میرویم. پولاد علمدار از پسم آمد، حالا در بیرون است. علمدار در بیرون زیاد انتظار نمی شود، آگاه باش.
اینجا خانه شکربای است. ما را بدام افتاندند. Здесь нам не выжить. Я делал все возможное, чтобы защитить свою семью. Но сегодня я похоронил жену. И я боюсь за своего ребенка. Ты Тарзан. Тебе может не нравиться то, каким ты был. У тебя там могли остаться враги. Но ты должен вернуться. Дикий нрав твоего мужа напрягает меня. Мне нужно, чтобы ты кричала. Никогда. Он Тарзан, ты Джейн. Он придет за тобой? Да там 1000 человек. И еще 20 000 на подходе. У нас нет шансов. Даже обычный человек сделает невозможное, чтобы спасти любимую женщину. А мой муж необычный человек. муассисаи таълимии TM International довталабонро барои таҳсил дар соли хониши 2016-2017 ба донишгоҳҳои пешрафтаи ҷаҳон ба монанди Амрико, Британияи Кабир, Олмон, Полша, Малайзия, Қибриси Шимолӣ ва дигар кишварҳо даъват менамояд. ба донишҷӯён тахфифҳои махсус аз 30 то 100% пешниҳод карда мешаванд. муассисаи TM International ҳамчунин баҳри баландбардоштани малакаи забондонӣ, омӯзиши васеъи забонҳои хориҷиро аз ҷониби омӯзгорони пуртаҷрибаи хориҷиву ватанӣ ба роҳ мондааст ва хоҳишмандон метавонанд забонҳои англисӣ, хитоӣ ва русиро дар муддати кӯтоҳ аз худ намуда соҳиби сертификат гарданд. суроғаи мо шаҳри Душанбе, кӯчаи Нусратулло Махсум 156, бинои Тоҷ, ошёнаи 3. рақамҳо барои тамос 232 42 33 98 522 49 89. писаронам, духтаронам, ман аз ҳамаатон розӣ ҳастам. шумо аз ман розӣ нашавед. ман барои розигии шумо сазовор нестам. модарҷон, бибиям ҳам мемиранд. илтимос намиранд. вай писари қотилатакай маро кушт акамро. ту киро қотил мегӯӣ? шумо чӣ кор мекунед? Гулизор! Бешараф! رئیس آن همین فابریک است. پسری خاله، خوابی خوش. من راضیم با تو خانه‌دار شوم. تمامی گناه‌های فرزندانم را از همه بیشتر گناه‌های خودم را گرفته برده ایستادم. با 0023 و 0024 زنگ زنید. کد موسیقی را گرفته تگمه دعوت رو پخش نمایید. صداد میکنم عزیزم، دوزیدنی گاد میکنم عزیزم. اگر بیای بن مرا شروع شری عاشق کند مست، مرا شعری تری لایق کند مست.
عاشق تو بودو و تو دل سپردو ای بودو نبودو حالا چشمان داری سیاه تر از بالی مگس داغی دلی من شدی و یاری همه کس گرمک باش بی باز جورا جان میده بی باز جورا جان چاق بیزن جورا جان ای جورا جان ای جورا جان وای مزه بد خنده بلد مزه بد شاهی سنما دلبر سنما دلبر شاهی سنما دلبر سنما دلبر